ما دقیقا این نکته رو چندین بار با همه مهمانامون بررسی کردیم. همه رو این نقطه اشتراک داشتن که مهاجرت، همون واقعیتی که گفتیم باشون باید بیان کنار، اینه که شما چند لول میای پایین دیگه، چند لول بعد خودتو بیاری پایین. اگه بتونی که بیاری پایین دوباره پله پله بسازی، میتونی راحتو بری. اگه نتونی، اون چیزی اتفاقی میفته، سرخوردگی و برگشت به کشور مبدأ و خیلی چیزهای دیگه که توش آره. به وجود میاد. تو خودت به نظر یادم مارکتینگ منیجر این شرکت مانا کجا ماکارونی تولید میکرد. ماکارنی، آره، من پروکیومنت منیجر یعنی مدیر تدارکات ماکارنی آره. بک بودم تقریبا 8 سال اونجا اصلا. یه برند معروف، حالا فرض کن بیای پروکیو منیجمنت یه برند معروف تو کانادا میتونی بشی آه، همون اول. خیلی اصلا من که اومدم اینجا که فیلد کاریم اصلا کلا اصلا رفت یه سمت دیگه و یه شرایط دیگه. خب من چون با واقعیت ها میدونستم بعد کنار بیام، واقعیت میدونستم اون چیزی که الان داره اتفاق میفته اگه قرار باشه اون داستانو برم، نیاز به حداقل 7 سال 8 سال درس خوندن و دانشگاه رفتن و فلان و اینا رو دارم. در کنارش باید خب یه مبلغ زیادی پولم تو حساب بانکیت باشه که بدون دغدغه بتونی اینا رو بری جلو. حالا تازه بیای بشی مثلا جونیور و چه میدونم سینیور و بعد فلان و بیسار و اینا، اون چیزی که تو ایران میشدم تقریبا یه پروسه 12 ساله اینا چیز میگه. گفتم خب آقا، من 12 سال دیگه میخوام بشم اون چیزی که اول تو ایران بودم، یعنی 50 سالم شده دیگه و اصلا نمیشه، اصلا با واقعیت کنار داره. پس بعد بیام تصمیم میگیرم یه فیلد دیگه ای برم که شاید دوستش هم نداشته باشم، شاید هیچ علاقه هم نداشته باشم، ولی خب واقعیت یه چیزی که با هم خیلی تفاوت داره دیگه. تو باید کامپرومایز کنی دیگه. آره تو دیگه. بعضی وقتا دارین به هر حال باید زندگی تو دوست داشته باشی، ولی بعضی وقتا ممکنه یه تصمیم بگیری که آقا جان من میرم یه کاری که حالا شاید 20% کمتر دوست دارم میکنم، ولی خب 12 سال زودتر به یه وضعیت آره. بهتری میرسم، بعد از اسرا و آخر هفته هم بیشتر میتونم لذت آره. ببرم. یعنی میخوام بگم تو درست میگی که کار باید لذت ببری، ولی زندگی اون 8 ساعت خیلیه. 8 ساعت میشه نصفی از زندگی، یک سوم از زندگیت. ولی خب حالا اون 8 ساعت دیگه هم که سر کار نیستی هم مهمه دیگه. اون آره. دیگه کامپرومایزه. باید اگه کار خوبت داشته باشی که عالیه، ولی باز یه کاری داشتن که بتونی باز آخر هفته باش با دوستات باشی بهتر از هیچ کاریه. آره. ای به نگاه کن. نظر من استیبیلیتی یعنی که چی بهش بگم، تداوم. تداوم یه چیزیه که ایران نداره میدونی، و اون استرساست. فردا میخوابی دلار گرون میشه، کارتو ممکنه از دست بدی. همین بیزنس ما که الان موفقه ممکنه یوی فیلتر کنن، نمیدونم حالا هر چی بشه، جنگ بشه. ولی توی کشورهای پیشرفته که ما زندگی میکنیم این یه حالت امنیت بیشتری داری، هم امنیت شغلی هم یه بیزینسی ساختی رو هوا نمیره یهویی و چه اتفاقی بیفته. و آره، و اونی که میای پایین در تایید حرف کیوان اینه که خب میگی درسته میام پایین 5 سال دوباره 3 سال، حالا هر چقدر زرنگ باشی شرایطت فرق کنه، وارد باشی مهارت داشته باشی، برگردی بعد از 1 2 سال حداقل جایی که هستی، ولی اون جای جدیدی که میسازی یکم خیالت راحته که پایدارتره آره. نسبت. درسته. من اتفاقا چند روز پیش داشتم یه مصاحبه از عباس کیارستمی گوش میکردم. گفت ما توی همایشتوری بودیم که آدمای خیلی موفقی مثلا شبیه من و کارگردان خفن قرار بود واسه بچه های کم سن و سال یه سخنرانی بکنیم، بگیم آقا ما چیکار کردیم که من شدم عباس کیارستمی، مثلا این شد نادرپور و این چیزا. گفت این رفت صحبت کرده، گفت من فلان، من بیسار، اینا شد نوبت من. و من دیدم هیچ حرفی برای گفتن ندارم. گفتم که من الان که 56 سالمه هنوز نمیدونم فردا میخوام چی کاره بشم. شما چجوری توقع داری از یه بچه‌ای که 14 15 سالشه ازش بپرسید فردا میخواد چی کاره بشه؟ واسه همین میگم مقوله شانس خیلی تأثیر گذاره تو زندگی. منم قبول دارم داستانه، یعنی که شانس هم خیلی، یعنی تو اون قدمایی که تو ور میداری یه شانسایی بعضی موقع بهت رو میکنه که یهو مسیرش رو تغییر میده، یا موقعی بعضی موقع شانسایی بهت رو نمیکنه، تو همین هست. ولی من اعتقاد دارم، من خودم به نظر قبول دارم، ولی شانسه برمیگرده به اون همون حرف من، میگی قدمه رو باید ورداری، بله بله یه بله. تکون باید بخوری بری کانادا تا شانس بری تو کانادا، اگه نه بگی که میدونی.
آره، مثل کسی که میگه من لاتاری نمیبرم، میگه خب آقا بلیت لاتاری بلیط تو بخر باید که بخری. بتونی لاتاری ببری دیگه. تو بلیت لاتاری نخریدی چجوری میخوای لاتاری ببری؟ موضوع همینه، ما قدمامون رو برمیداریم، تلاشمون رو میکنیم، چون یه نقطه مشترکی من و تو داریم و اون فوتباله، علاقه عجیب غریب به فوتبال. خب اصلا اه، تو پرسپولیسی بودی؟ آره من پرسپولیسی هستم. مرسی. استقلالی هم. آره. و اینکه خب خود میدونید این فلسفه فوتبال تلاشه دیگه، یعنی از لحظه اول تا اون لحظه آخری که سوت میخوری این تلاش است که تو هیچ موقع ناامیدت نمیکنه. خب من همین فلسفه رو تو زندگیم دارم دیگه، حالا دوست دارم داشته باشم، دوست دارم که ادامه بدم، همون داستان هست دیگه. اون چیزی که تو میگی دقیقا در راستای حرف توه، این تلاش رو میکنیم. آره تو این تلاش هم امیدواریم که یه شانسی بهمون دست بده یا دست نده. یعنی تو الان شرکتی که بیزنسی که خودت داری نصفش توی ایرانه، نصفش توی نیوزیلنده، درسته؟ آره ببین، من حالا اون داستانی که گفتم چون طولانی میشه، فست فوروارد کنم از اون کار اول که اومدم پایین و اصلا یه کار ادمین سطح پایین با یه حقوق خیلی پایین شروع کردم. پله پله اومدم بالا. یعنی 5 سال طول کشید تا بالاخره یه آژانس بزرگ شبیه مال خودم اینجا منو استخدام کرد و بعد من تونستم اونجا هم 2 سال خودم شانس بیارم. یه مدیر اومد به من یه فرصتی دادم، بالاخره من اکانت 2 تا اکانت بزرگ بود دستم گرفتم و خفن کار کردم و جایزه گرفتم از گوگل و فلان و اینا. تا همین اپریل پیش تقریبا 3 تا کار میکنم. یکی بیزنس خودم تو ایران رو گسترش میدادم، هی نیروها الان 10 نفر شدن از یه نفر، از نصف نفر. همین که عین همون کاره که دیجیتال مارکتینگ، یه دونه کمپانی اینجا زدم که داره جون میگیره، هنوز جون کامل نگرفته ولی خرج خودش رو در میاره و فول تایم هم کار میکردم. دیگه اپریل یه سفر رفتم ایران، به خاطر کارم هر سال میرم دیگه، اونجا رو استفاده دادم. یعنی دورکاری یه مقدار کار میکنم استفاده دادم و الان فول تایم روی بیزینس خودم در ایران و عین همون بیزینس با یه اسم دیگه در نیوزیلند دارم کار میکنم که کلیتش اینه که به شرکت کوچیک و متوسط این خدمات تبلیغ گوگل و SEO و اینا رو بهشون بهش میگن سرچ انجین مارکتر. سرچ انجین مارکت. این چیزا تابلوهایی که پشتش میبینی جایزه‌هاش نایس. یاره، درسته؟ آره آره، اینو سال پیش گرفتم و جایزش هم این بود که گوگل ما رو فرستاد دفتر مرکزی توی منفیو تو سان فرانسیسکو، هد آفیس گوگل. چیزا چی کار میکنی؟ زمانای که کار نمیکنی چی کار میکنی؟ اتفاقا حالا این خیلی زمان اضافه میارم، تازگی ها یه کمی بیشتر کمک میکنم، چون وقتی کارمند بودم واقعا ول کرده بودم بچه ها رو. یعنی نه پروژه تعریف میکردم نه بهشون کمک میکردم و حالا که اومدم خب رشدم بهتر شده، بالاخره یه لیدر میخواد تیم تا موفق بشه و این برم بیزینسمون خیلی کند پیش میرفت، چون اون پارتنرم که اینجا هست اون از یه بکراند دیگه اومده و اونقدر نمیتونه سرعت بده. فوکوس بیشتر که همین دوتا سرعت بدم، ولی چون خوشبختانه کارم این که ریموته و زمانی هم نیست، مثلا ددلاینش مثلا فردا پس فردا تو میتونی با ساعتهای مختلف کار کنی. هم سفر میرم، تو سفر کار میکنم و بعد خیلی آپدیت میکنم خودم و مقاله میخونم، مقاله مینویسم برای وبسایت ایران مخصوصا، چون خیلی مهمه. تو خودت یکی از روش های پول در آوردن، یعنی لید گرفتن و مشتری گرفتن برای کسب و کار آنلاین، اینه که از نظر ارگانیکلی مثلا کیورد مهم بیای بالا. مثلا کسی سرچ میکنه نکات مهم برای مثلا مهاجرت، مثلا وبسایت یک بام و دو هوا یه مقاله خوب نوشته یا یه ویدیوی خیلی خوب نوشته، گوگل اینو میفهمه که خوبه. حالا من برای اینکه فکر میکنم یه قسمتی از سوال رو جواب دادی، اون قسمتی که موند یه ذره سوال رو اسپسیفیک میکنم واسه اون قسمتی که موند. هابیات چیه؟
حالا اون قسمت آها. اضافه هابی. که کارم میکنی نه، تفریحاتت آره. چیه، چجوری خودت اون قسمتی که کار نمیکنی این چیه؟ فوتبال که 100% هست. یکیشو که گفتی. فوتبال یک شنبه میرم، یک گروه ایرانی هست که من از 2003 باشون بازی که اونا هم خودشون از 2000 شروع کردن، هنوزم خیلیشون پیر شدن، ما هم پیر شدیم، تازگی هم بیشتر مصدوم میشیم. سری قبلی که بودم مثلا 25 6 سالم بود، فشار می آوردم چی نمیشد. بعد که اولین بار که برگشتم، اولین هفته فرض کن تو اون مهاجرت و بیکاری، اولین هفته پریدم بالا، تق تاندون پام پاره شد. آره، منظورم که آره دیگه، یک شنبه ها فوتبال بازی میکنیم، فوتبال دنبال میکنم، هم ایران و هم اروپا رو دنبال میکنم. البته انقدر ساعت اینجا بده، 3 4 صبح مثلا لیگ انگلیس یا اروپا است، فقط خلاصه هاشو درسته. ببینم. ولی ایران و مثلا اخبارشو میخونم، بعد فیلم و سریال زیاد میبینم. منم مثل کیوان یه دونه لبرادور دارم، روزی 2 بار اونو میبرم پیاده روی و بعدش هم این که آره یه باشگاه هم میرم اینجوری. بس خوبه، وقت تو خوب چیز میکنی و از وقتت خوب استفاده تفریحات میکنی. سالمی آره، داره. تفریحات سالمی یه داره. چند تا سوال کوچولوی شخصی هم بکنم. شما مجردی که ازدواج که نکردی یا چرا کسی ازدواج اتفاق؟ کردم ایران، ازدواج کردم که با خانومم بودم. خانومم من پاسپورت داشتم، رزیدنسی داشت، ولی تازه چند ماهی که بالاخره چون 5 سال اینجا بمونی پاس بهت میدن. اه، پاسپورتش تازگی ها گرفته. آره ولی بچه نداره. بگو سال بگو. دیگه. نه من میخواستم مثلا بگم چون قرار بود روی کار تمرکز کنیم، اگه فکر میکنی سوالایی نکردیم و داریم خیلی شاخه‌های مختلفی میخوام ببین، میخوای برگردیم اگه همون چیزی که میخوایم قرار بود صحبت کنیم بیشتر. سمتی که تجربه هر سمون رو اشتراک بذاریم، یعنی که حالا میدونم دوباره هر کی یونیکه، ولی کن من حالا اگه یه سوال کنم مثلا برای بیتاک خودمون، بله. پدرام شما اگه برگردی چه مسیر، من میدونم که میخوای یه کسب و کاری به زودی راه بندازی، یعنی یه مغازه گرفتی و اینا، آره. اگه برگردی چه کارهایی رو بیشتر میکنی، چه کارهایی کمتر میکنی؟ آیا میتونی کاری میکردی که مثلا زودتر به این نقطه برسی یا نه این بالاخره اگه مسیر ایران یا تو نه، زمان منظور تو برگردی؟ زمان آها. فرق. کانادا؟ ببین، آره. من حقیقتا بازم اون بحث شانسه است. من اصلا فکر نمی کردم یه روزی کاری انجام بدم که مرتبط مثلا با کار ماشین باشه. آره ماشین، همه پسرا ماشین رو میشناسن این فلان اینا، ولی بحث فنی ماشین من اصلا خیلی ازش دور بودم. آدم فنی هستم، چرا مثلا لامپ چیز بکنم و فلان اینا، ولی نه دیگه مثلا چیز. این به خاطر همون شانسه ای که من مهاجرت کردم به کانادا و یه دوستی داشتیم اینجا که دنبال یه تقریبا منیجری میگشت که اون مجموعهش رو بچرخونه. من رفتم تو اون مجموعه. این مجموعه در مورد شیشه ماشین بود. اصلا نمیدونستم توی دنیا جایی وجود داره که فرنچایز باشه برای شیشه ماشین. اصلا من همچین چیزی ندیده بودم تو زندگی. ما 15 سال توی ایران رانندگی کردم، یه بار شیشه ماشینم نشکست. اینجا فرنچایز داره برای تعویض شیشه خودرو. در هر صورت به این دلیل وارد چیز شدم. ولی اگه بخوام به سوال تو جواب بدم، این فکر کنم برمیگرده به شخصیت خود من که یک مقداری محافظه کارم و یه مقداری به خاطری که در طول این 20 سالی که کار کردم همش کارمند بودم و خب سخت بود برام از اینکه از این بحث کارمندی تبدیل بشم به یه دونه صاحب یه بیزنس. این جامپ بین این دوتا مسئولیتاشو میتونستم قبول کنم، ولی از لحاظ چیزی خودمو نمیتونستم تطابق بدم که این داستانا در کنار همدیگه بیان. ولی یه جایی، یه بار موقعی که مهاجرت کردم، خواهرم بهم گفت ببین، اگه بخوای تو این کشور موفق بشی و اینکه بتونی به یه چیزی برسی، باید حتما بیزنس خودتو داشته باشی. خب آره. داشتیم بحث همین کاره رو پیش میبردیم و اینکه خب رضایتمندی خیلی حرف جالبی زد به نظرم کیوان. آره. این دوتا مقوله داشتن بیزنس و کارمند بودن
داستان بیزنس بالاخره تو میتونی جاه طلبی توش بیاری و میتونی هی هولت بده به یه سمت و سویی که بخوای چیز کنی، ولی اون کارمندی بالاخره به یه ثباتی میرسه، بعد خب میشه همش تکرار آره. و تکرار و تکرار و تکرار. تکرار هم خب باعث به وجود اومدن افسردگی و خیلی چیزهای دیگه میشه دیگه. ولی و خیلی حرف درستی آره زد. ببین مثلا پرستاری هم کارمندیه، ولی اکثر پرستارات یه چالش دارن نه هنوز. چیز دارن، این که به یه نفر کمک میکنن یه بله. انگیزه پشتش هست. یعنی بله. یه سری کارمندی ها اوکیه، مهندسی مخصوصا کارمندیش، تو اگه تو مهندس مکانیکی و واقعا به چیزهای مکانیکی علاقه نداری، احتمالا باید بین 5 تا 10 سال انگیزه خودت رو از دست میدی. آره بعد برید دنبال چیز دیگه. خب تو این موضوع جالبیه همین فرق کارمندی و اه، صاحب کسب و کار بودن. خب همش پروز اند کانز داره، خوبی و بدی داره، اینجوری نیست که فقط خوبی صاحب کسب و کار. و یک فرق ایران و خارج از ایران، کشورهای مثلا ثروتمندتر داره. خب ببین، فاکتوره هر کار میکنه پول دیگه. خب تو ایران حقوق کارمندی خیلی پایینه و از اون ور دوباره به خاطر که ما ایران بزرگ شدیم، مثلا اگه کیوان باباش توی کانادا این بیزینس رو داشت و کانادا به دنیا اومده بود، این که میگه من الان نمیتونم، احتمال خیلی بیشتر بهش بتونه بله درست. صاحب کسب و کار بشه. خب ما به خاطر اون نتورکی که داریم تو ایران و به خاطر اینکه پول کارمندی خیلی پایین تره و از اون بر، حالا حداقل تو بیزنس ما، خیلی بیزنس های دیگه واقعا یه بازار بکریه، اونقدر مچور نشده مثل کانادا و مثلا نیوزلند و استرالیا که فرانچایز ساخته شده، تو بخوای بیای باید با یه سری قول مبارزه کنی. ولی تو ایران همه ریز ریزترن، اونقدر استبلیش نشدن شرکت های بزرگ که اصلا میگن بریر فور انتری، یعنی برای ورود اصلا نمیذارن وارد چی، خفت میکنن انقدر گندن. ولی تو ایران هنوز خیلی نقاط تابلوی رعایت نمیکنن که تو میتونی با فوکوس اون یه سری مشتری بگیری. تو ایران خیلی بالانسه به نظر من کسب و کار داشتن سنگین تر کف ترازو، چون اونور حقوق کفاف زندگیت هم نمیده، میفهمی؟ ولی وقتی میای یه کشور ثروتمند میگی آقا من دارم 100,000 میگیرم، به قول کیوان نو میرم 5 ویکندم هم مال خودمه، سردرد حقوق و مالیات و اینا هم ندارم، اتوماتیک کم میشه و حالا این بیزینس هم از دست رفت، حقوق من کم نمیشه، مثلا این پروژه هم از دست رفت، پروژه سد فلانم شرکت دست داد، من که حقوقم همونه. ولی اونور کسب و کار اینور اتفاقا بالانس نزدیکتر میشه کارمندی و این، چون که تو باید بریم مثلا چه میگم، میخوای یه کباب شاپ بزنی مثلا، حقوق خودت هم به زور در میاری، در صورتی که اگه میرفتی برای یکی که همون اوایل تا جون بگیره، بله درست. نمیدونم از کجا گوش بگیرم، گوشت خراب شه چی میشه، مثلا کارمندم و حقوقشو بدن. میدونی این ماه فروش نداشتیم، کووید شد تعطیل شد. ولی بحث جالبیه، من خیلی بهش فکر آره میکنم. حرفت درسته. این چیزی که مقوله کارم میگیم برمیگرده به نظر من به شخصیت هر انسانی، به خصوص مثل همون اثر انگشته. هر کسی یه انتخاب هایی داره، هر کسی یه شخصیت منحصر به فردی داره و تایپ نوع کار رو به نظرمون شخصیته واسه طرف میگه. مثلا میگم دوباره برمیگردم به اون فوتبال، 11 نفر دارن تو فوتبال بازی میکنن ولی یه نفر تو اون زمین یه مقدار قدرت مدیریت بیشتری داره، شاید از لحاظ اسکیلز و اینا از بقیه بالاتر نباشه، ولی اون قدرت مدیریت انقدر بالاست باعث میشه که بقیه اونا بهش اطمینان کنن و به حرفش گوش بدن. این موضوع همون شخصیت هست دیگه. کارم به نظرم همینه، یعنی تو شخصیت تو بر اساس حالا هر چی المانایی که از بچگی به بزرگ شدی یا خانوادت و درس و اینا که بودی، یه شخصیتی داری که نوع کار تو اون شخصیتت میره جلو. بعضیا دیدی که یهو از این پله میپره اون پله، سال بعد یه چیز دیگه، سال بعد یه چیزی. بعضی نه ثبات کامل دارن، بعضیا جاه طلبن، بعضیا نه تو اون لول میخوام باشن و 5 میگه من کارم تموم شه
به من چه ربطی داره فردا اونجا قراره بیان نمیدونم کانستراکشن میکنن اینا میکنن. من 5 تا فردا که ساعت 8:30 سر کاره تمام ذهنم آزاد مال خودم. دوباره همین داستان فردا شنبه یک شنبه هم که خونم. ولی بقیه مثلا میگه نه من میخوام چالش داشته باشم، شنبه هم بدونم چیکار کنم، یک شنبه هم فلان میکنم یا این چیزا. نظرم خیلی شخصیه و اینکه بحث جالبی هم هست که هر کسی چه نوع میتونی پرسونالیتی هر کسی رو به نظرم از روی کارش تشخیص بدی که چجوری دم هست. شما گرم، خیلی باشم. من میخواستم حالا کامل پیغامم کردم. گفتم اگه حالا چون حرفای زیادتر فکر کنم خوبی داریم در مورد مسائل دیگه، اگه دوست داشتی یه بار دیگه مثلا چند هفته دیگه مثلا ما دوباره شروع کنیم به عنوان ما مهمون تو باشیم. آره. آره من که از خدام یه بار دیگه بشینم با شما صحبت کنم، امیدوارم که حرفامون به درد یه نفرم بخوره. این وقتی که گذاشتیم غیر از اینکه اون قضیه عمومی کمک عمومی، حالا یعنی یه نفر چیز خاصی نگفتیم ولی بالاخره ذهن یه نفر که میخواد مهاجرت کنه راجع به کسب و کار، کارمندی، اینا یه کمی بازتر بشه، انگیزه رو میده بازم بسازیم، یکی آره. دیگه هم بسازیم، آره. راجع به تجربتون صحبت کنیم. آره خیلی خوشحال شدم، امیدوارم بازم فرصت پیش بیاد صحبت کنیم. حتما قربونت مراقبت عزیزم، کن. روزت خوش. خدا نگهدارت. باشد. فعلا.